سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. ما اومدیم با یه ویدیو یوتیوب دیگه. امروز از طریق تیم هران با یکی از هنرمندای ناخن آشنا شدیم که اومدیم باهاشون تست این محصولمون رو انجام بدیم. مهمونمون هم یه مهمون ویژه دوباره از تیم هران. بریم که ادامه ویدیو رو داشته باشیم. سلام، ارغوان هستم. 26 سالمه. 4 ساله که کار ناخن انجام میدم توی منطقه غرب تهران. امروز برای مدلمون کاشت ناخن میخوایم انجام بدیم. کاشت لاین ژل که جدیدترین متد کاشت ناخن در کل دنیا هستش با تست محصولات هران. مشتری عزیزمون قبلا البته رو ناخنشون مواد نبوده، یعنی کاشی رو انجام ندادن. در ابتدا براشون یک مانیکور تمیز رو انجام میدیم. خب الان اول تو از چه سرسوانی استفاده کردی؟ اول از سرسوان اشکی برای انجام مانیکور استفاده کردم. بعد از اینکه کوتیکولای دور ناخن رو گرفتیم با سرسوان توپ شروع میکنیم به تمیز کردن صدف ناخن و آماده سازی بستر ناخن. آموزش ناخن هم داری؟ یعنی که فقط خدمات هست؟ نه، هم آموزش داریم هم خدمات داریم توی لاین‌های مختلف، هم پودر هم لاین ژل. که البته لاین ژل با توجه به اینکه جدیدترین متد کاشت تو کل دنیا هستش و بی آسیب ترین مدل کاشت برای ناخن هست، یعنی حداقل آسیب رو به صدف ناخن وارد میکنه، الان خیلی رایج‌تر و جالب‌تر برای مشتری‌ها. الان خب 90% کسایی که کار انجام میدن همش با ژل انجام میدن. بله. خیلی کم. خیلی کم. بعد از اینکه مانیکورمون رو انجام دادیم با سرسوهان موتتی خط و خراش رو سطح ناخن ایجاد میکنم تا چربی از روی صدف ناخن از بین بره. بعد از اینکه سطح ناخن رو خط و خراش انداختم تا چربی از روی صدف ناخن از بین بره، با سوهان دستی یه فرمی به ناخن میدم که بتونم از فرمر استفاده کنم برای مواد گذاری. خب الان اگه مثلا ایشون بخوان که فرم و قد ناخنشون همین قد باشه دیگه نیاز به فرمر نداره. قد این ناخن خیلی کوتاهه، حتی برای کاور شدن هم ما از فرمر استفاده میکنیم که مواد گذاریمون خیلی مرتب و تمیزتر در بیاد. ولی موقعی که داریم میذاریم مواد رو میتونیم قد رو با توجه به میزان علاقه مشتری انتخاب کنم. ولی اگه قدشون یکم بلندتر بود قد ناخن، میتونستم کاور ناخن انجام بدم بدون فرمر. تیپ هم که دیگه کلا رفته کنار. تیپ دیگه قدیمی ترین روش کاشت هستش. یه جورایی به اون میگن کاشت مادر، کاشت نمازی که خیلی قدیمی استفاده میشد. الان نه، واقعا خیلی مرسوم نیستش. بهترین کاشت الان همه فرمر و با قالبم سرعت بیشتری داره. ولی چون صدف ناخن مشتری ما کوچیکه و میخوایم یه کار نچرال رو در بیاریم، من با فرمر میذارم که طبیعی تر در بیاد. برای گذاشتن فرمر خیلی از هنرجوها یا ناخنکارایی که ابتدای کارشون هستش معمولا این سوهان کشی که با سوهان دستی قبلش زدم رو انجام نمیدن که سرعت کار بره بالاتر. شما حالا میگم بعداً ما یه فرمی رو میدیم، ولی اینکه شما با سوهان دستی بتونین فرم ساید بالای ناخن رو مشخص بکنید، راحت‌تر فرمر زیر ناخن قرار میگیره. اینطوری که ناخن، یعنی فرمر قشنگ بره زیر ناخن که مواد یه دست رو بتونیم بذاریم. هرچی فرمر گذاشتن بهتر و اصولی تر انجام بشه، مواد گذاری تمیزتری داریم، در نتیجه سوهان کشی کمتری داریم. یکی از بهترین آپشن‌ها برای کاشت ژل، یعنی میشه گفت بهترین مزیتش که پوان مثبت برش میتونیم بگیم، اینه که توی کاشت ژل میزان هوا گرفتن ناخن، یعنی لیفت مواد، خیلی کمتر از پودره. واسه همین مشتری میتونه با خیال راحت تری ازش استفاده کنه و در واقع مقاومت لاین ژل با پودر یکسان هست ولی انعطاف لاین ژل بیشتره. مثالی که میتونم بگم لاین ژل بهتر از لاین پودر هستش اینه که
مواد لاین ژل طوری هستش که قابل انعطاف تره، یعنی توی لاین پودر اگر که ناخن یه ضربه بخوره در جا میشکنه، ولی لاین ژل ناخن موادش طوریه که ناخن انعطاف بیشتری داره، یعنی توی اولین ضربه معمولا یه ترکی بهش وارد میشه و توی ضربه دوم باعث شکستش میشه و موقع سوهانکشی یعنی موقع ترمیم ناخن هم میتونی ببینی که میزان هوا گرفتگی لاین ژل خیلی پایین‌تر از لاین پودر هستش. خب همون هوا گرفتنه همیشه باعث قارچ دقیقاً گرفتن یکی میشه. از دلایل گرفتن قارچ لیفت مواد یا همون اصطلاحاً هوا گرفتن مواد هستش که توی لاین ژل خیلی به حداقل میرسه. توی این مرحله ضد قارچ رو استفاده کردم. ضد قارچ توضیحی که میتونم بدم اینه که خاصیت درمانی نداره، یعنی اگر ناخن قارچ داشته باشه تاثیر رو اون قارچه نداره. در واقع ضد قارچ یا دهیدراتور رطوبت رو از سطح ناخن از بین میبره تا درصد هوا گرفتگی یا همون لیفت مواد به حداقل برسه. بعد از اینکه از ضد قارچ استفاده کردم پرایمر استفاده میکنم. میتونیم پرایمرهای مخصوص لاین ژل رو استفاده کنیم، اگر هم در دسترس نبود پرایمرهای فری اسید برای لاین ژل استفاده میشه. بعد از ضد قارچ یا دهیدراتور و بعد از پرایمر از بیس ژل استفاده میکنم که بین سطح ناخن و مواد ژل یه حالت چسبندگی ایجاد میکنه. در واقع میتونم اصطلاحاً بگم یه چسبیه که بین مواد و سطح ناخن استفاده میشه که مواد خیلی فیکس شه روی ناخن. ولی حتما باید بیس ژل توی دستگاه یووی خوش بشه بعد بریم سراغ مواد گذاری. دستتون رو بذارین داخل یووی. خب میریم برای مواد گذاری. یه توپ از مواد پلیژلمون رو برمی‌دارم. از کجا بفهمیم که پلیژلی که داریم استفاده می‌کنیم کیفیت خوبی داره؟ وقتی که مواد رو برمی‌دارم توی پلیژل تو توپی که دارم هوا نیفتاده. اصولاً توی لاین ژل چه از بیلدر ژل یا پلیژل استفاده بکنی اگر کیفیت خوبی نداشته باشه حباب‌های کوچیک و بزرگ توی مواد هست که من توی اینجا نمی‌بینم. پلیژل روی نقطه اتصال ناخن و فرمل قرار میدیم و شروع میکنیم به مواد گذاری توی ریشه، پرس کردن مواد توی ریشه. ولی واقعا کیفیت خوبی داره چون تا الان هیچ حبابی توی مواد ندیدم. خب چی شد که این شغل رو انتخاب کردی برای خودت؟ والا من حقیقتا رشته اصلیم حسابداری، چندین سالم کار میکردم ولی از سن خیلی کم عاشق ناخن بودم. یعنی یادم وقتی خیلی کوچیک که بودم خالم بیرون از تهران زندگی میکرد، وقتی میمد خونه من سریع تا میرسید میگفتم بیا برات لاک بزنم. دوستشم ناخونا رو مرتب کنم، دوستشم لاک بزنم، ولی خب یه مقدار فاصله افتاد که در نهایت به اون چیزی که دوست داشتم مشغول شدم. واقعا فکر کنم تو دوره دانشگاه بودی که وارد این کار شدی. آره بعد از دوره کاردانیم شروع کردم. مشوقت کی بوده؟ برادرم. باریکلا واقعا. میدونی چون توی یه تایمی خیلی شغل تغییر میدادم، وقتی که اومدم توی لاین ناخن اینجوری بود که همه میگفتن خب اینم مثل کارهای دیگه ول میکنه از رو سرگرمیه، ولی برادرم همیشه میگفت نه اگه دوست داری تلاش کن میتونی و واقعا هم همین شد. یه خاطره بامزه از دوره کاریت برامون میتونی تعریف کنی؟ والا یه خاطره بامزه، یه بار یه مشتری داشتم اومده بود برای کاشتن ناخن، ابزارالات و مواد رو خیلی نمیشناخت، بعد یه اسمای عجیب و غریبی روش میذاشت. مثلا وسط کاشت خیلی جدی بهم گفتش که برام از قارچ‌کش استفاده نمی‌کنی. بعد من خیلی داشتم فکر می‌کردم قارچ‌کش چیه؟ بعدا متوجه شدم منظورش ضد قارچ. یعنی بهش میگفتی که الان کار رو به کاردان بسپار. دقیقاً. متاسفانه و یکی از بزرگترین چالشایی که با مشتری‌ها داریم اینه که خیلی عمو میپرسن اینو زدی اونو زدی. خب دقیقاً با توجه به اینکه خب حالا تکنولوژی داره پیشرفت میکنه، توی اینستاگرام توی این ور اون ور یه سری چیزا میبینن، اونو یاد میگیرن، وقتی میان پیش ما هم میگن اینو زدی اونو زدی. یا بزرگترین چالشی که با مشتری‌ها دارم بعد از اینکه مواد گذاریم انجام میشه و میرم توی
لاین مثلا سوهان کشی، یهو به من میگه سوهان دستی رو یه دقیقه میدی من یه سوهان بکشم؟ وای اون یه دقیقه چندین ساعت ممکنه طول بکشه و این کار خیلی کج کله میشه. دقیقاً این کار خیلی تقریبا میشه گفت کار بدیه، کار زشتیه. اصلا اون لحظه شما به ناخونکار داری میگی نه من اصلا به کار تو اعتماد ندارم، دوست دارم خودم اونو انجام بدم. و اگرم بهشون بگیم فکر کنم ناراحت میشن، مثلا میگی نه نمیدم، میگه حالا یه سوهانه بده دیگه. بعد خیلی جالبشه که مثلا حالا سوهانم میگیرن خودشون سوهان کشی میکنن، کج میکنن، میگه ای کج شد. آره دقیقاً. درست کنی. چرا خب دقیقاً. خب ما دیگه الان انقدر غرق کار شدیم که اصلا یادمون رفت مهمون ویژه‌مون رو بهتون معرفی کنیم. مهمون امروزمون سرپرست حسابداری تیم هرات هست که داریم براشون کار انجام میدیم. من امروز اومدم اینجا پیش ارغوان جون که برای من کاشت ناخن انجام بدم. اولین بارم هستش که اومدم دارم کاشت انجام میدم و چون از محصولات شرکت خودمون بودش دوست داشتم بدونم که تستش چجوریه و چقدر جذاب و زیبا میتونه باشه واسم. خیلی اینطوری ولی بهتره به خاطر اینکه خودتونم رویه کارو میبینین و عالی واقعا. دیگه ما هم یه ذره مدل ویدیومون رو متفاوت تر کردیم، اینطوری هم بهتر شد. به انتهای کار رسیدیم. ظرافت کار رو میبینید. ممنون از همکارام که منو ترغیب کردن که این کار رو انجام بدم. خب به انتهای کار رسیدیم. خیلی خوشحالم که این محصول رو تست کردم، واقعا کیفیت خوبی داشتش. یعنی میتونم بگم که یه هارجل خیلی خوب رو داشتم، میتونستم یه کاشت خیلی خوب باش بزنم. خیلی ممنونم که کالای با کیفیت ایرانی تولید کردید. خب به انتهای ویدیو رسیدیم. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین و براتون مفید بوده باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایک، سابسکرایب کنید. فعلا خدا نگهدار.